دوستان عزیز سلام، خیلی به این ویدیو خوش اومدید. امروز براتون یه ویدیو گرفتیم در مورد بررسی مولتیمتر دیجیتال آهنگ مدل M167. قراره تو این ویدیو براتون بررسیش کنیم، نحوه کار کردن باشه بتونیم آموزش بدیم و اینکه به کیفیتش نمره بدیم تو این ویدیو. و لطفاً چنل ما رو تو یوتیوب دنبال کنید یا هم سابسکرایب کنید و اینکه لایک کردن یادتون نره، زنگوله هم فعال کنید که ویدیو جدید چنل با خبر شین. هر چند روز یه بار یا هر روز هم براتون ویدیو میذاریم، ویدیو کاربردی. بریم سراغ ویدیو که ویدیو از دست ندیم، بریم سراغ بررسی. دوستان از میبینید که این خود کارتون مولتیمترمونه که میبینید مید این چاینا، یعنی ساخت چینه که طبیعیه. کلا مولتیمترهایی که تو ایران میان برای چینن، 100% برای چین. خود مولتیمتر که کیفیت بدنش کلا پلاستیک خشکه که اینم باز طبیعیه، ولی خب چفت مفتش هم خوب جمع کردنی، لحاظ قیافه‌ای ظاهری بی کیفیت نیست اینجوری که من دارم میبینم. حالا بریم سراغ کار کردن باش با کیفیت اینه. حالا من تو این چند وقتی داشتم، ببینید اول یه نمره بهش بدیم ببینیم به درد میخوره بخریم یا نه. ببینید من این چند وقتی که این داشتم بعدش استفاده کردم، تقریبا یه 4 ماه استفاده کردم. 4 ماه هم کم نیست بالاخره. همونطوری که میبینید من اصلا دروغ نمیگم تو ویدیوم بگم، مال خودم باشه راستش میگم. اینکه آقا این سیمش الان در اومده، من دلیل این که این سیم پرواژ در اومده من نمیدونم چرا این سیم پرواژ در اومده. اصلا کلا شما خودتون ببینید کیفیت پرواژ چیز پایینه، همونطوری که میبینید پایینه. پرواژ بین به نظر من یه جو پرواژ بخرید حتما، چون کیفیتشون پایینه. علاوه اینکه تو آسیب بزنه نه، اینجوری نیست. اینا خب استاندارده، ولی خب میگم کیفیت عمرشون یه خیلی خوب استفاده کنین، مثل من 4 ماه خیلی بعد استفاده کنین همون روز خراب بشه. واقعا کیفیت پرواژ پایینه، اینو من دارم بهتون میگم. خود دست که کیفیتش به نظر من بد نیست. تا این چند وقتی داشتم یک بار نه لگ زده، نه اینکه اشتباه نوشته، نه اینکه هنگ کرده. نگه داریم آموزش کار کردن باشه، اول خاموش باشه. ببینید این دکمه رو وقتی نگه می‌دارید شما دستگاه روشن میشه، نوشته اوتو. شما وقتی که این دکمه رو می‌بینید، این دکمه نوشته NCV و علامت چراغ قوه کشیده، وقتی نگه می‌دارید یعنی ولش نکنید، همینجوری نگه می‌دارید. ببینید نگه می‌دارید، ول نمی‌کنید، همینجوری نگه می‌دارید. میبرید مثلا نزدیک یه چیزی که جریان داره، وقتی میبرید نزدیکش همینجوری نزدیکترش یه بوق میزنه. مثلا ببین من برای مثال توی این مانیتورم ببینید مثلا توش برق بالاخره پنله توش برق، نگون هر چی برم عقب‌تر میگه کمتره مثلا فاصله، و هر چی نزدیکتر میگه فاصلهش بیشتره. اینجا هم 4 تاش میخوره. این واقعا NCVش کیفیتش خیلی بالا و اینکه کیفیت خوبی داره NCVش رو واقعا به حساب کنید که واقعا چیز خیلی باحالیه. وقتی هم که همین دکمه NCV یه بار میزنید چراغ قوه روشن میشه، یه بار دیگه میزنید خاموش میشه. حالا این دکمه که نوشته H و علامت خورشید نگهش بدارید، این نور صفحه تا 30 ثانیه روشن میمونه، مجددا خاموش میشه. وقتی خوش خاموش شد برای مثال دوباره همین رو نگه می‌دارید، دوباره 30 ثانیه روشن میمونه. حالا میخوای خاموش کنیم نگهداری خاموش میشه دیگه، نگهداری روشن میشه. این که حالت اچ خودتون میدونید چیه دیگه، همینه دیگه. ببینید بخواید باش کار کنید، پایین پروابای خودش بخوایم بگیم، اگه میخواید جریان برق رو بگیرید از 12 ولت یا اصلا کمتر از 1 ولت تا 220 ولت چند بیشتر میخواد بگیرید، این پروبه قرمز کنید توی این که می نوشته وی و علامت اوم توی این بذارید، فشار میدید و این سیاه میکنید توی این وسطی که نوشته کام. حتما بذارید اینجا که اتصالی نکنید موقعی بزنید دستگاه بسوزونید. اینو میذارید رو فاز و منفی هم میذارید روی منفی دیگه. این مثبت اینه منفیه، خودتون به کجا بذارید دیگه. فاز و نوله. و اینکه دستگاه خاموش کنید تا جوری خوش نوشه از 0 ولت.
از 1 ولت از 1 ولت تا 600 ولت جریان تموم میکنه. ولی من میگم تا 400 ولت بیشتر بهش ندین، چون کیفیت پروباس پایینه. بازم میگم میتونه ازت کنه و 400 ولت بیشتر ندید کنه. این دستگاه دور بر 500 تومان قیمتشه. این ویدیو رو میگیرم و اونقدر کیفیت به نظر من نداره که بدون 500 ولت رو تحمل کنه. پروبای خودم براش گرفتم تقریبا 150 تومان پول دادم. خب بازم میبینید که از این محافظات داره دیگه. این پروبای با کیفیت باش بگیرید که ازتون نکنه. این خیلی با کیفیت. ببینید این خود دستگاه بود. وقتی هم که حالا بازش کنید متدیاتش یه باتریه که خودمون ساخت چینه، یه دفترچه راهنماه که اینجا گذاشتم میتونید بخونید، انگلیسی هم هست. یه خود دستگاه و یه 2 تا هم از این پروبای، یه چیزی نیست توش دیگه. همینا بود تا ویدیو بعدی. خودت